سلام به همه بینندگان عزیز. امروز افتخار داریم با یکی از چهره‌های برجسته و تاثیرگذار در زمینه الکترونیک دیجیتال یه مصاحبه داشته باشیم. خدمت آقای پروفسور نوابی هستیم از اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکا و ایشان یک چهره بسیار تاثیرگذار در حوزه طراحی دیجیتال و سیستم‌های VLSI هستند. آقای پروفسور، اگه این هاش باشه میتونید برای بینندگان عزیز در مورد زمینه حرفه‌ایتون یه خورده بیشتر توضیح بفرمایید؟ خیلی وسیع بخوام بگم زمینه حرفه‌ای من همون سیستم‌های دیجیتاله، ولی فوکس اصلی من میره روی دیزاین متدولوژی. حالا دیزاین متدولوژی میتونه از لول های پایین تر باشه تا لول های بالاتر. حالا تو این زمینه توی کل متدولوژی وقتی صحبت میکنیم موضوعی مثل فرض کن ریلایبیلیتی دیزاین ها، تستینگ دیزاین ها، اون پست مانیفکتچرینگ تستینگ و خود طراحی دیزاین ها، هاردور دیسکریپشن لنگویج هایی که توی این دیزاین متدولوژی درگیر هستن و همونجوری که صحبت امروز هم بود در تصمیم گیری برای لول های بالاتر ابسترکشن توی سیستم های دیجیتال و محیط های هاردور سافتور که بتونه هم سیستم های دیجیتال هم سافتور و حتی الکترونیک آنالوگ رو اینوالو بکنه. توی این زمینه ها کار میکنم. برای من بخوام خلاصه بگم میشه محیط ها و اپلیکیشن هایی که ما لازم داریم برای طراحی سیستم های دیجیتال در لول های مختلف. بسیار عالی. اجازه بدید با این سوال شروع کنم که چه چیزی باعث شد که شما علاقمند بشین به این حوزه؟ خب یه جوری ایوالو کرد به این جهت دیگه. یعنی اون روزی که من تو دانشگاه بودم که همچین قضیه وجود نداشت. یعنی من وارد دانشگاه که شدم به رشته یا گرایشی که علاقه من بودم الکترونیک بود و خب الکترونیک یه جوری ایوالو کرد که الان شده سیستم‌های دیجیتال. یعنی الکترونیک اون روز الکترونیک خب خیلی ساده‌ای بود، ولی من سیستم دیجیتال حقیقتش جدا از الکترونیک نمیبینم، ولی خب مادرن اِوولوشن آف الکترونیکس ما رو رسونده به اینجایی که الان هستیم. بله دوستان، همونطور که آشنا دارید آقای دکتر نوابی از بنیانگذاران علم دیجیتال در ایران هستند. در واقع از اولین اشخاصی که علم دیجیتال رو به ایران آوردن آقای دکتر هستند. آقای دکتر، یکی از نقاط عطف کارهای شما تألیف کتاب‌های متعددی در زمینه HTML ها هست، مثل وریلاگ، VHDL. فکر می‌کنید که این زبان‌ها چقدر در توسعه فناوری‌های امروز مؤثر واقع شدن؟ و آیا تصور می‌کنید که زبان‌های جدیدی هم روی اینها خواهند اومد که بهتر از این دو تا زبان باشن؟ ببینید ما این تکنولوژی از ترانزیستور لول شروع میشه به گیت لول میرسه و بعدش لول بعدی که میرسه که حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم آرتی لول. آرتی لول نمیتونست ماتریالایز بشه مگر اینکه ابزارهایی بیست آن زبان که همون زبانهای سخت افزاریه وجود داشته باشه. بنابراین اینجوری میگم این که RTL تونست جا بیفته توی طراحی سیستم‌های دیجیتال که هر کدوم ما الان وقتی داریم دیجیتال طراحی میکنیم داریم در اون زمینه، در زمینه یا لول RTL کار میکنیم. این باعثش هاردور دیسکریپشن لنگویج ها بود. یعنی اگر نداشتیم هاردور دیسکریپشن به اون صورت ما نمیتونستیم RTL رو بفهمیم، RTL استبلیش بشه و برای استبلیش شدن لول های بالاتر آره دیگه شاید VHDL و وریلاگ جوابگو نباشه یا حالا VHDL سیستم وریلاگ جوابگو نباشه، به همین جهت مجبوریم به
زبانهای بالاتر بریم، لول‌های بالاتر زبان بریم. مثلا این که حالا VHDL و وریلاگ چیزی رو که استبلیش کردن کانکرنسی توی دیسکریپشن بود. یعنی درسته که من اگه الان برم لول بالاتری از ابسترکشن زبانم میتونه متفاوت باشه، ولی این چیزی که ما بتونیم یک زبان کانکرنتی داشته باشیم چه توی RTL چه لول‌های بالاتر هاردور، این فهم اهمیت داره. و سوالتون که آیا زبان‌های بعدی هم ممکنه باشه، آره هست، ولی اونا هم باید کانکرنت باشن. ولی خب الان چیزی که اتفاق افتاده زبان سیستم سیه که با فلیورهای مختلف یا شاید بگیم با دایلکت های مختلف برای لول های بالاتر هم میشه ازش استفاده کرد. بنابراین پس از VHDL و وریلاگ من دیدی که دارم سیستم سیه که میتونه جوابگوی نیاز سیستم لول دیزاینر های دیجیتال باشه. بله بسیار جالب. یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان و متخصصین این حوزه این است که با چالش‌هایی در زمینه طراحی دیجیتال مواجه میشن. به عنوان یک پیشرو در این حوزه فکر می‌کنید که بزرگترین چالش در زمینه طراحی سیستم‌های دیجیتال و VLSI که با مواجهیم چیست و راهکار شما برای حل این مشکل چیه؟ ببینید من شاید چیزی که توی undergraduate studies ما توی دانشگاه ها اونجوری که درست به سیستم‌های دیجیتال باید اتنشن داده بشه اتنشن داده نمیشه. یعنی شاید اگه میگید چالش، بزرگترین چالش ما اینه. یعنی اگر که سیستم‌های دیجیتال به درستی با دید به آینده تدریس بشه و فوکس بچه ها به اون جهت باشه، اهمیت داده بشه بهش و یه مقدار بچه ها رو تشویق بکنن، خود دانشگاه ها بیشتر بتونن تو این زمینه نیاز کشور، نیاز دنیا رو به این سابجکت مشخص بکنن یا برای بچه ها بگن. این شاید بزرگترین چالش اینه که ملت خیلی ها نمیدونن چه کانتریبیوشن سیستم های دیجیتال میتونه به دنیا بکنه، به خود کشورمون بکنه و خود برای بچه ها. یعنی ما بعضی وقتا خیلی سخته که به بچه ها بگیم که سیستم های دیجیتال یک اِوولوشنی از الکترونیکه. یعنی اگر که مادرن الکترونیکس میخواید باید بیاید سیستم دیجیتال، ولی شاید هنوز جا نیفتاده. چرا؟ شاید اینجور مصاحبه و اینجور چیزا کمک بکنه. بله امیدوارم که این مصاحبه یه تلنگری باشه تا بتونن سیستم‌های دیجیتال بیشتر در جامعه جا بیفته و بهتر بتونن به دانشجویان آموزش بدن این بحث رو. آقای پروفسور ببخشید، همونطور که میدونید فناوری VLSI در بسیار از صنایع مدرن و پیشرفته جایگاه مهمی داره و پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه رخ داده. آینده سیستم‌های VLSI رو چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید که با پیشرفت‌های فناوری نانومتری این حوزه به کدوم سمت حرکت خواهد کرد؟ ببینید الان آلترنتیو های سیماس داره صحبت میشه و تو خود سیماس هم حالا یه کانسپتی هست که میگن سیماس 2.0 که حالا با سیماس ولی حالا یه وریشنی از سیماس، ولی به هر حال VLSI چه بخواد یک نوع سیماس باشه یا نوع دیگه سیماس باشه، به هر حال این چیزیه که ادامه داره و عوض نمیشه. متفاوت نمیبینم اون 20 سال آینده رو. فابریکیشن چیپ، درست کردن چیپ، درست پروگرس خواهد بود، تغییرات زیاد خواهد بود،
کانسپت چیپلت ها و اینا خواهد بود، ولی به هر حال اون چیزی که ما الان داریم که سیستم های دیجیتاله و نهایتا باید متدهای طراحی، متدهای فابریکیشن، ابزار طراحی، ابزار انالیسیز، پست مانیفکتچرینگ، هاردور و اینا رو داشته باشیم که اونا چیزی نیست که عوض بشه. یعنی ترند همین ترنده و وقتی هم که حالا از لیول های پایین نانو برسیم به انگستروم هم برسیم، دیوایس ها فرق میکنن، ولی به هر حال دیجیتال دیزاین همون دیجیتال دیزاینه. شاید الان جوری که بخوام بهتر جواب بدم اینه که contribution یا involvement دیجیتال دیزاینر و سیستم دیزاینر با تکنولوژی های پایین تر به خود دیوایس لول مهمتر میشه. یعنی دیوایس و دیجیتال رو نمیتونیم یه خط سالیدی بکشیم بگیم این دیوایس، این دیجیتال دیزاینر. دیجیتال دیزاینر هیچ کاری دیگه با دیوایس نداره. این چیزی هست که definitely عوض خواهد شد و همونطوری که مثلا میتونیم بگیم 15-20 سال گذشته خط سالیدی که بین دیجیتال دیزاینرها و سافتور دیزاینرها بود دیگه اون خط به اون سالیدی نیست. یعنی الان دیجیتال دیزاینر فکر سافتوری میکنه، سافتور دیزاینر فکر این که این دیجیتال دیزاین چه پراپرتی هایی داره میکنه. همینطور الان ما داریم میریم به جهتی که یه دیجیتال دیزاینر باید راجع به دیوایس بدونه، یه دیوایس انجینیر باید راجع به اینکه این دیوایسز تو چه شرایطی از دیجیتال و سیستم داره استفاده میشه باید بدونه. بله، مطمئنا شنیده این دیدگاه‌های حرفه‌ای برای دانشجویان و متخصصین حوزه الکترونیک دیجیتال مطمئنا بسیار موثر واقع خواهد شد. آقای دکتر، یکی از چالش‌های موجود ایجاد ارتباط بهتر بین دانشگاه و صنعت است. به نظر شما چگونه میتوان این فاصله رو کمتر کرد؟ ببین فرمولی من نمیتونم ارائه بدم که فاصله بین دانشگاه و صنعت رو کمتر بکنیم، ولی خب خود ما داریم با صنعت کار میکنیم. خود ما در جهت ساخت، در جهت پروواید کردن دیجیتال دیزاین، در جهت اینکه متدهای جدیدی دیولپ بکنیم برای existing solutions، فرض کن حتی برای اتوموتیو و الکترونیکس، تو این زمین ها ما داریم کار میکنیم و ما حقیقتش صنعت ما نیاز به ما داره، ما نیاز به صنعت داریم. اونجوری نیست که خیلی سخت باشه این کانکشن رو برقرار کرد، فقط باید بخوایم، فقط باید این ارتباط ها برقرار بشه. حالا چجوری میگم فرمولی من ندارم، ولی خب خود ما با شرکت ها خوب داریم کار میکنیم. بسیار عالی. آقای پروفسور، به نظر شما به عنوان یه سوال پایانی، به نظر شما چه مهارت هایی رو ضروری میدونید تا دانشجویان بتونن در این مسیر موفق بشن؟ ببینید، من اون چیزی که آینده رو بخواید نگاه کنید و رشد صنعت چیپ فابریکیشن، چیپ دیزاین و این جنرال سیلیکون و ساختش و اینها نگاه بکنید، الان کشورهای بزرگ دنیا، ریجنهای بزرگ دنیا، آمریکا، اروپا و چین، خب در این جهت خیلی دارن فعالیت میکنن برای گسترش دیجیتال دیزاین، هم از نظر ایژوکیشن، هم از نظر فب، هم از نظر ارتباط بین مثلا فرض کن که حالا ایژوکیشن هاشون و
صنعتشون. خب ما هم در پوزیشن خیلی خوبی قرار داریم. چرا؟ به خاطری که خب تو دانشگاه بزرگ کشور شما بهترین اسکیل های بچه ها رو یا بهترین بچه ها رو وارد میکنید توی این دانشگاه ها و این دانشگاه ها باید ترین بکنن بچه ها رو با اون دید دراز مدتی که الان در جای دیگه دنیا هست که چیه که این اینداستری سیلیکون اینداستریه که رشدی خواهد داشت و ما باید برای سرمایه گذاری بکنیم. بچه های ما کیپبل هستن، دانشگاه های ما کیپبلیتی این ترینینگ بچه ها رو دارن و کشور نیاز داره، دنیا نیاز داره. سکیل هایی که بچه های ما باید بلد باشن تو دیجیتال دیزاین، تو الکترونیکس، توی ابزار طراحیه که چیزی نیست که ما تو دانشگاه ها نتونیم بچه هامونو در این جهت ترین بکنیم. فکر می‌کنم که برای اون آینده‌ای که این تکنولوژی براش هست دانشگاه ما وظیفه بزرگی دارن، ولی میتونیم توی دانشگاه اینو به تثبیت برسونیم. بله آقای پروفسور، از شما بیننده سپاسگزاریم. شنیدن دیدگاه‌های شما برای ما و تمامی بینندگان عزیز بسیار ارزشمند و آموزنده بود. هر جور راحته. خب از دوستان هم دو سه تا اگر زمان دارن فرصت هست که سوالی اگر دوستان دارن در جنرال هم میتونید سوال بپرسن، خیلی اسپسیفیک سوالات تخصصی هم نشد. بفرمایید یه مقدار بلندتر بفرمایید که سلام خدمتتون. سوالی که من داشتم اینه که خب ما الان در دانشگاه تبریز در مقطع ارشد رشته ممز کار داریم می‌کنیم. حالا توی میکروفاب هستیم و کارامون بیشتر میکروفابریکیشن یا سیستم‌های مثلا میکروفلویدیک. ولی من از بک‌گراندی توی کارشناسی میام که خب دیجیتال دیزاین هم کار کردیم، مثلا ویلاک سیستم ویلاک تجربه داریم. می‌خواستم این حالا اونا که مثلا علاقه‌مندن بتونن میان رشته کار بکنن یه فیلد مشترک، یه کامن گراندی بین این دوتا میتونه باشه که اونا که علاقه دارن اونو برن کار کنن دنبالش برن. ببینید همونطور که تو قسمت اولی گفتم توی سوالایی که شد، اون خطی که بین دیوایس انجینیر و دیجیتال دیزاین انجینیر قبلا بوده با تکنولوژی‌های مثلا پایین‌تر نانومتر و نهایتاً توی انگستروم این خط خیلی کم رنگ‌تره و اینکه به هر حال ما باید دیجیتال دیزاینر رو از دیوایس بهتر بدونیم و دیوایسی ها هم که چجوری میتونن کانتریبیوت بکنن از نظر دیوایسی، از نظر درست کردن اون نوع دیوایس به پروسه دیجیتال دیزاین. این یه چیزیه که واقعا مهمه و بین رشته‌ایه. به طور خاص برید چیز رو سرچ کنید، STCO بهش میگن System Technology Co-optimization. یعنی چیزی که میگه که تو سیستم دیزاین و تکنولوژی یک کو-اپتیمیزیشنی وجود داره که عملا این خط رو برمی‌داره. پس یک مزیت بزرگی که اگه یه دونه حالا مهندس میکروفاب بتونه در مورد دیجیتال دیزاین هم اطلاعات زیادتری داشته باشه. واقعا دو طرف است، یعنی که ما هم باید بیشتر بدونیم تو اون زمینه و توی گروه ما هم تو دانشگاه تهران این کار شروع کردیم. نمیگم 100% دیگه الان این خط رو برداشتیم، ولی خب بچه‌هایی که داریم ترین میکنیم حتی از پایه از درس مدار منطقی که داریم میدیم الان یه سری مطالب مربوط به تکنولوژی، مربوط به PDK فایل ها و اینا رو تو این درس داریم میاریم که بچه‌ها گوششون آشنا باشه با این قضایا که اون خورد بتونه این خط سالیدی که وجود داره رو برداره. خیلی ممنون از شما. متشکرم. مرسی. خب بفرمایید. از عزیزان اگر سوالی هست بفرمایید.
آیا در مورد این پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، دیپ لرنینگ آیا در فیلد شما هم ویژنی رو ایجاد کرده یا مسیرهایی رو باز کرده؟ کم نه. یعنی اینکه اگر که کارهای ریسرچ ما رو نگاه بکنید در 4-5 سال گذشته به این طرف، چه تو زمینه طراحی سیستم‌های نورال نتورک، توی زبان‌های دیسکرایب کردن نورال نتورک ها برای سینتزیس، چه خود استفاده نورال نتورک ها برای اپتیمیزیشن های بگو پاور یا تایمینگ یا برای ریلایبل کردن سیستمامون. اینا همین چیزایی که دارم میگم دقیقاً دونه دونه تزای دانشجوهاست که همین چند سال گذشته داشتیم یا الان هم داریم. یا مثلا فرض کن که استفاده نورال نتورک ها برای پردیکت کردن پاور پراپرتیز سیستم های پروسسور ها که شما بتونید تصمیم بگیرید حالا یه قسمتی از پروسسینگتون رو شما روی سافتور بیارید یا ببریدش روی هاردور، یا حتی اپتیمایز کردن الگوریتم‌های سافتوری بر اساس اون پاور پراپرتیزی که اون الگوریتم میتونه داشته باشه و نقش نورال نتورک ها یا میشین لرنینگ توی این که ما بتونیم در سطح بالا پاور کانسامپشن یک الگوریتم سافتوری رو بتونیم پیش بینی بکنیم. یعنی خیلی چیزا هست که یعنی در حقیقت ما نورال نتورک ها خیلی به ما کمک میکنه. از طرف ما هم کاری که داریم میکنیم اینه که اکسلراتورهای نورال نتورک و طراحی و ایناش رو توی کارامون خیلی درگیر کرده. یه سوال جنرال من که اجازه بدید اگر دوستان که در طی این عمر پرخیر و برکتی که شما داشتید بالاخره تعریفات فراوان، اپلیکیشن ها، دستاوردها، آیا تا بدین لحظه فعالیتی هم بوده که همیشه گوشه ذهن شما باشه و فرصت اون انجام اون کار رو پیدا نکردید و همیشه مایل هستید یک فرصتی باشه که اون کار رو بتونید انجام بدید؟ و سوال دیگری که از خیلی دانشجویانی که شما تربیت کردین در طی این سالها، الان اکثریت اونها در دانشگاه‌های معتبر دنیا مشغول به فعالیت هستن، اگر یکی دو تا اسم خاص که همیشه افتخار کردید به این دانشجویان در ذهنتون هست بفرمایید، قربان حسن ختام خدمت شما باشه. قسمت اول تکنیکال منظورته یا نه تکنیکال؟ نه تکنیکال اگر باشه مقدارم از این فضای تکنیکال دورتر بشین شاید بهتر باشه. کاری که خیلی دوست دارم بکنم باستان شناسی و تا حد زیاد این کارو میکنم و همین امروزم چیز بشه پامشیم لوکیشن های خوبی رو در آزم آره میریم. دیروزم اون قبرستون سنگ عصر آهن رفتم و کلا تو باستان شناسی علاقه دارم، ولی گفتید که چیزی باشه که پس ذهنم بوده ولی نرسیدم بهش. چرا رسیدم بهش و خیلی خوشحالم از اینکه وقت میتونم بذارم برای این. بازم بخوایم یه خورده نان تکنیکال حرف بزنم، اینه که باعث میشه که تاریخمون رو بشناسیم، باعث میشه که مردممون رو بشناسیم و دقیقاً هویت ملی خودمون رو بفهمیم. این برای من خیلی اهمیت داره و اینکه اینو بتونیم به بچه هامون یاد بدیم، به دانشجوهامون یاد بدیم. بعد گفتید که یه چند تا دانشجویی که اسمشون خیلی نمیتونم بگم، برای اینکه یعنی خیلی بچه ها هستن که همین حرفی که الان دارید میزنید چندین اسم تو ذهنم میاد، ولی یعنی همشون واقعا بچه های با قابلیتی هستن و من تونستم کاری که بکنم با بچه ها اینه که قابلیت هاشون رو تونستم به خودشون بفهمونم و اینکه چه کارهایی میتونن بکنن، به کجا میتونن برسن. اگه من تو چیزی موفق بودم این بوده که اون اعتماد به نفسی که بچه ها باید داشته باشن که بتونن این رشد رو بکنن
و اینکه خودشون رو کمتر از دانشجوهایی در سطح خودشون در تمام دنیا نبینن، بلکه بدونن که در سطح خودشون در بالاترین لول ها قرار دارن. این چیزی بوده که من سعی کردم به بچه ها بگم و فکر میکنم موفق بودم تو این قضیه و موفقیت من و بچه ها و گروهمونم به این خاطره. خیلی ممنون. بی نهایت از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که این گفتگو مسیر هم باشه علمی بسیاری از دانشجوها و متخصصین الکترونیک دیجیتال باشه. خیلی ممنون ازتون.